گم شدیم. یه بالاتر بریم جلوش بسته است. خب مثل اینکه همینجوری فقط کوهه و دشتی نیست. فرانک اون پایین موند. من برم بالا ببینم اصلا دشتی هست یا دا این مسیر اشتباه میاد. وقتی واسه اولین بار اومدیم پیکنیک 2 نفری ببینیم مسیر رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. خاموش کرده بودم. چرا خاموش کرده بودم؟ که چی بوده؟ ترافیک شدید. نظرت چیه؟ ساعت 7 صبح گم شدیم. دوباره گم شدیم. بابا یعنی همه اتوبانا رفتیم اومدیم چجوری آدرس میدهی؟ فکر کنم تا ظهر ما توی اتوبانا میگردیم که پیدا کنیم. بریم ببینیم بالاخره به مقصد میرسیم یا نه. همینجا دیگه بشینیم همینجا بشینیم. همینجا خوبه کنار اتوبان. چیز نبودم بردم بریم. حالا اشاره که درست میگه. همینجا مستقیم بریم دیگه اشاره که نفیسه داشت میگفتش که مشکل اینه که از دم خونه ما را افتادیم. اگه از دم خونه خودمون میومدم گم نمی‌کردم. چون اینجوریه که بعد بره از میدون آزادی همه جا رو بره انگار. اگه این ور اون ور میادیم واقعا 10 دقیقه یه رو میرسیم. من در خونه شما مسیر زدم 20 دقیقه. من معذرت میخوام. من یک ساعتی تو راهیم. نداره اینجا یاد میگیرم. دفعه دیگه هم همینجوری میپیچیم میاد. دیگه این روش دور کرد. وقتی میخواستیم یه جای سرسبز بریم. یا خدا مسیحی آقای به صورت دزدیوار میخواستیم بریم لب رودخونه نشد. آفرین میتونی دزد خوبی باشی. نزدیکه دیگه. چیه؟ هوی چقدر اینا خوشگلن. درخت پر پشه است. مرسی. رابط کسی. آی میتونی بیای؟ یه راه اومدی باشه تو من دیگه تو آب بیام. دست منو بگیر.
یا خدا. اوکی. من دیگه نمیتونم نرم تو آب. آبش خیلی خنکه، هوا خیلی گرمه. تازه الان هنوز صبحه. حس خنکی خوبی داره. اینم اینجا چیکار می‌کنی؟ بیا. برو عقب میام. دستتو بده. نمیخواد، برو عقب. خیلی خوشگله. یه طرف دیگه هم هست آبشارش. ببین این اصل آبشارشه. فکر کنم اینجا به آبشار رسیدی. برو جلوتری بگی آبشار رو بگیره. خیلی قشنگه. ما اومدیم روستای ابچه تقریبا. ماشین رو که پارک کردیم 10 دقیقه رو پیاده اومدیم بالا، به این آبشار زیبا رسیدیم. خیلی قشنگه. حتما بیاییم ببینیم. الان ما دیگه آقای خانم اینجا رفتن، اینجا ما آمدن دیگه. آها اوکی. داره سخته. الان بهتون نشون میدم. هم مسیر سخت است که میگفتی یه ذره سختی خدایی. اینقدر سخت نبود. نه اینقدر سخت اینجا رو اینجا رو این بنده خداها گیر کرده بودن. ما این مسیر بریم. ببین آره اونو برو بالا. ولی اون که نمیام. سمت راست برو. مستقیم اون رو بالا. اونا اونجا راست رفت. مستقیم رفتن بالا زدی کردن. این بار؟ آره اینا اونجا رفتن. من خدا اینجا اومدم بالا. خیلی صاف دیگه براشون. من فکر میکنم اینجا گیر نکنی. خیلی لبه داری میری. ما هم از بالای آبشار. ما موقع اون پایین بودیم. فرانک هم اینجا افتاد. حیف نتونستیم بگیریم. ولی خیلی آره ولی خیلی خنده دار بود. حیف شد نتونستید ببینید شما. دوباره این مسیر رو آدیم بالا. یه راه میتونم نیفته. این درخت هم ماشاءالله پر از گردیه. فکر نمی‌کنم شما بتونید ببینید ولی خب
اینجا برم بالا. اگه نمیافتی برو. قول نمیدم. اینقدر مسخرهش کردم الان خودم نزدیک رو بیفتم. بیا اگه افتادی تو این نما بیفت. این سخته اینو رد کنی. برو میتونی. برو وقتی فیلم ما رو نگیر. چه چیز محکمی بند کردی خودتو. آفرین. خب نفیسه بیا بالا. وای چقدر خوشگله. نه بابا تاثیرگذار بود برای من. آخه تیغ رفت تو دستش. واقعا بحث. این ها رو ببین چقدر خوشگله. این آبشارهای کوچولو کوچولو. همونجا دیگه کس آدمیزاد. یه آدمیزاد دیدیم. آی گیر کردم. وقتی خوبیای زنبوره خب چه کاریه چه اصراریه من فیلم بگیرم از زنبور. وای بیا اینو ببین. چقدر خوشگله چشمه. آره چشمه نیست. چرا؟ خب میخوره بیاد بالا. نه دیگه آب از بالا نمیاد. خب این از زیر زمین داره. اینو از زیر زمین میاد. نه اینو نمیدونم. اول میاد میخوره دوباره میاد بالا. وقتی تو سر خوب نبرده باشه اومده. والا ما اصلا امروز صبح که بیدار شدیم نمیدونستیم که این کوه رو باید بریم بالا. خب الان فرانک شد لیدر. امیدوارم که ما رو نبره ناکجا آباد. حتما برو میریم. سرازیریش خیلی تنده خداییش. خب این از این ور برو، این ور که راحت تره.
خیلی دیگه ناشیه. اگه مسیر سختی هم نیست. چرا من همیشه فکر میکردم دشت هویج رو با ماشین میرن تو همون آره. دشت اتراق میکنن. گول خوردیم، بعدم گول خوردیم. هم به بنبست داریم میخوریم. بکن پس راهه ببینیم. پله هم گذاشتم. بیا بیا چی میخوای؟ فرمک من یه ذره چیزم شک دارم به مسیری که داریم میریم. هیچکی نمیاد به باقی سر بزنه ما سوال کنیم. آبشار قطره طبیعی نیست ولی خب قشنگ. وقتی گم میشیم میتونیم بریم اینجا خونت شیم. ولی خیلی خوشگله اینجا. کمپ چشه؟ میری یه جا رو پیدا میکنی میشینی؟ اتراق میکنی میشینی. من چه بغل کاری ماشین. خوب نوردی؟ خدایی کیف نداده. چرا؟ اگر میدونستم چقدر دیگه میرسم یا مسیر درسته بیشتر کیف نه اصل مسیره دیگه ادونچری شد بیشتر. لیدر عوض شد رفت ببینه چه خبره. یه آدم ما اینجا نمیبینیم ازش بپرسیم دشت هویج از کدوم سمته. گم شدیم. یه بالاتر بریم جلوش بسته است. خب مثل اینکه همینجوری فقط کوهه و دشتی نیست. خب تا نفیسه بره ببینه چه خبره. گردوها رو ببینیم. روی این کوه هم نمیدونم مشخصه یا نه. یه عالمه گله. اونم که روستای افجه است اون ته. فرانک اون پایین موند. من برم بالا ببینم اصلا دشتی هست یا داریم مسیر رو اشتباه میاد. این همونجوری داره میره بالا. بعد داره فیلم میگیره. منو چیکار کنم برم یا بمونم؟ نه صبر کن. میگه فعلا وایس. ولی خیلی قشنگه خداییش. بلخ پروانه بود. همینجوری نتونم برم بالا. برم بالا اگه تونستم برم بالا فیلم میگیرم دوباره. خب نفیسه که هنوز اون بالا امانده زیاد برگردیم. هیچ کس اینجا نیست و راه ترسناک میشه قضیه. نفیسه بیاد برگردیم بریم یه جا کنار اون رودخونه بشیم. یه پله اومدم بالا ولی فکر کنم دیگه واقعا این مسیر دیگه درد ما نخوره. سختش همینجاست که من واسطادم. بعدیشو که میبینم ولی مثل تخمه میمونه. این یکی هم بخورم این یکی هم بریم بعدی ببینیم چی میشه. ولی فکر کنم همینجا انصراف بدیم متاسفانه. دفعه بعدی انشالله مجهزتر بیاییم. ای الان افتاده بودم. من دارم برمیگردم. مسیر سخته ولی خب رفتم پروژه به شکست برخورد کرد و بعدش ملی امانی اینو باید یه بار با کسی بیاین که بلد راهه. باید مجهز خیلی دیگه الان غیر مجهز نمید. آره ما اصلا نمیدونستیم این مسیر رو قراره بیایم بالا. ولی مسیر خوبی تا الان اومدیم خداییش. من به هوای دشت هویج نه بعد کوه. اصلا در هوای دشت هم ما نیومده بودیم. آره ما اصلا قرار نبود اینجا بیایم. ما اومدیم تلو. آره. خوب شد نرفتیم تلو خیلی خوش شد. دقیقا ما قرار بود بریم تلو خیلی خشک بود. مثلا زمین خشک، درختای خشک. بعد رفتیم لواسون هم کنار آب دیگه نمیتونی بری چون همه رو ساخت و ساز بستن، حفاظ کشیدن. مثل اون پارکه که اوایل فیلم گذاشتیم. می‌خواستیم از یه راه مخفی بریم که بازم نشد. بعد دیگه همینجوری گفتیم بیایم افجه. اومدیم افجه.
آقای به ما گفتش پارک کنین، یه 8 دقیقه راه بریم میرسیم به آبشار، بعدش هم میرسیم به دشت هویج. یعنی انقدر خوشبینانه به ما گفت. ما هم این روند خوشبینانه رو ادامه دادیم و از اونجایی که امروز یه روز تعطیلی هستش که تاسوعاست و هیچ کس خیلی اینجا رفت آمد نمیکنه، ما خیلی هم آدمی ندیدیم که ازش بپرسیم. تا حالا هم نیومده بودیم. آره این بار خیلی سخته. نفیسا داری میری اونجا رو نمیدونم چرا داری میری، ولی خب بعد دیگه ما اصلا نه مجهزیم برای کوهنوردی نه اصلا بلد راهی. خدا همین تصمیم گرفتیم بریم پایین اونجایی که خیلی آب روون بود بشینیم. این اون برگشتن هاست که میگفت سخته. بچه ها این و آهنگ گذاشتن با ریتم آهنگشون بیا پایین. اینجا خوبه دیگه، اینجا سنگیه، راحت میتونی بیای. خاکی خیلی بده. آفرین. بیا تو میتونی. ولی خدا وکیلی خیلی خوشگله اینجا. تمام نیفتادی؟ تمام. حیف. نجات پیدا کردم. وای چقدر تو خوشگلی. خب ما فهمیدیم که مسیر دشت هویج رو کلا اشتباه اومدیم. یعنی این مسیر فقط واسه آبشارش بود. از اولی که ماشین رو پارک کردیم باید یه مسیر دیگه بریم برای دشت هویج. ولی خب ما الان اومدیم اینجا. الان هوا ابری هم هستش، روی این صخره‌ها ذره بشینیم صبحانه بخوریم و از این منظره لذت ببریم. بعد حالا بریم ببینیم چی میشه. نفسی تو داری هم میگیری. حالا شما بیا خودت مراقب خودت. مثل بز کوهی میمونه. خب این پایین مشکلش چی بود؟ این پایین دسترسی به آب همه چی من مجبور میکنه بیام این بالا. آخه تو بیا بالا، تو ویو رو میبینی تازه اینجا. نگاه تو ویو رو داشته باش. دیدی قشنگه؟ بیمترش بشین. آفرین. راضی از جایی که اومدی بالا. واقعا قشنگه. خب نظرت چیه راجع به امروز؟ از کجاش بگم؟ واسه اولین بار ما تنهایی اومدیم پیکنیک بدون اینکه بدونیم کجا میخوایم بریم. بدون اینکه کجا میخوایم چیکار سر کنیم. کجا. ولی خب خیلی جای قشنگیه دیگه. آره خدایی اینجوری که خیلی کیف داد. میبینین واقعا جای قشنگیه. خدا رو شکر هوا نیمه ابری هم هستش. بیا تخم مرغ بزن. وقتی که یه دوست ورزشکار داری صبحانه کاملا باید رژیم یا ورزشکاری باشه. کامل‌ترین صبحانه است. بله بله. 2 تا کافی مونه. بعد میریم پایین یه غذا خوب می‌خوریم. آفرین. آره. حالا ما بریم دیگه اینجا یه صبحانه بزنیم. تدارکات صبحانه رو ببینیم و صبحانه بخوریم با این منظره زیبا. آی یخ زدم. ای وای ببخشید. سرده شد؟ آره خیلی سرده. میگم بیا یه چالش بگیریم. چه چالشی؟ ما یه سری رفته بودیم سمت اردبیل، روستای کره، یه روستای خیلی اتفاقی پیدا کردیم. بعد بچه‌های اونجا یه چشمه داشت، چشمه خیلی آب سردی هم بود. بعد بچه‌های اونجا به ما گفتن که بیا چیز کن، یه بازی کنیم. خودشون شرط می‌بستن که اگر 30 ثانیه، اونا 30 ثانیه بودن، دستتو زیر آب نگه داری، مثلا حالا یه جایزه به هم دیگه میدادن. بعد حالا الان من که عمران میتونم 30 ثانیه، نهایت نمیدونم شاید 10 ثانیه بتونم نگه دارم.
برم الان دستم الان قرمز شده. بذار پس با هم دیگه یه لحظه صبر کن. بذار من تایم بگیرم با ساعت هم خب دیگه. هر کس که بیشتر دستشو توی آب نگه داره برنده است. آره بعد چیکار کنه؟ بعد برگشت و کوله رو بیاره بازنده. آره من میبازم. من 10 ثانیه میذارم. خیلی دستم یخ شد الان. یه چند صدام ثانیه من شروع شد. تخفیف بگیر. وای بر من. ثانیه نگاه نکنم. اوف. ببین نمیدونین چقدر سرده. توتر. من گذار بابا دیگه تو. واقعا سرد. 30 ثانیه الان که دارم فکر میکنم خیلی زیاد بوده اونو نگه می‌داشتم. من چند ثانیه شد؟ وای 25 ثانیه. ببین یخ زدم. رنگ دستم عوض شد. چه اصراریه. من میارم کوله رو. ببین اولش گفتی 30 ثانیه، من گفتم بابا 30 ثانیه که چیزی نیست. آره نه خیلی سرده. ولی خیلی زیاده. حالا اونا تا اینجای دستشون، تا مچ دستشون کجا میشه اینجا؟ تا ته بازو آرنجشون، تا زانوی دستشون. تا اینجا آرنجشون. تا اینجا میگرفتن تو آب. نه ما اهلش نیستیم. ما بچهای اردبیلن چیش به ما. آره خیلی سرد بود. خیلی یخ. فکر میکنم هواگیری تو لوله آره. هاست. چون زیر سنگا بود خیلی ترسناک بود. منتظری من لیز بخورم؟ تا الان که فایده نداشت. هر موقع هم افتادی بدون گوشی بودی. یه دور افتاد. اینجا باید بریم. خب این خیلی سخته که بیام پایین. اینجا خیلی لیزه. من این آفتاب پرسته رو بگیرم تا آفتاب پرسته. چه خوشگله. اگه بیاد یهو سمت من چی؟ اوی چقدر استتارش جالب و قشنگه واقعا. گیاه خیلی قشنگه. آره خیلی خوشگله گرفتم. برو ایزم. این اگه گفتی بوته چیه؟ بوته چیه؟ گلپر. این بوته گلپره. خدا رو شکر گیاه شناسیمون خیلی قویه. اون تینستا هست میگم بیا این مدلی. خیلی قشنگه. وقتی فرانک تو تولید محتوا هیچ جوره کم نمیذاره. از در و دیوار میگیره قشنگ. برو خیستی این برتر. برو خنکت میشه. خیلی خوشگله. بیار تو آب دیگه رفتی دیگه برو. خیلی سرده نه؟ خیلی سرد که نه ولی خیلی سرده. فشار آب زیاده. تو میگی نه پس سرده.
داره منو اطفال میکنه. علامت فرانکه. میبینید باحاله این قطره هایی که بهت میخوره رو اگر خواستیم دیدیم با شربالی نه من نمیتونستم میخوام بیاریم ولی خیلی سنگین شده. ببینم ببینم که تجربه